خیلی خیلی متشکرم. من دعوت میکنم از آقای سلوکی تشریف بیارن بالای صحنه. من به اتفاق آقای سلوکی رفته بودیم مسافرت شمال، اونجا پشه خیلی زیاد بود تابستون، شبها به علت هجوم وحشیانه پشه ها نمیتونستیم بخوابیم، مجبور شدیم یه شب رفتیم پشه بند خریدیم و ما راحت خوابیدیم، اما محمد تا صبح نخوابید اون شب. فکر میکنید چرا؟ به خاطر اینکه نشست پشت پشه بند تا صبح پشه ها رو مسخره کرد. کارهای متفاوت Welcome all of this gentlemen. Ladies and gentlemen, محمد سلوکی. چه دستا؟ آروم آروم تو گوشم بگو که میمونی، لحظه به یادم میمونی، ذره ذره از عشقت من دارم میمیرم، من تو فکرم چی جوری دستاتو بگیرم، حالا دستات تو دستام، نگاهتم تو نگاه، این چه سیه چالیه چرا من رو هوا، حالا دستات تو دستام، نگاهتم تو نگاه، این چه سالی آخه چرا من رو هوا. آقا قوله اومد. آقای ریوانی زحمت میکشی میخونی دستم در نکنه، ولی خواهش میکنم چشاتو اینجوری باریک نکن، اون برا پستت اینجا آدم میخوره چندشش میشه. محمد امروز خیلی زیبا شدی. چاکرت. اون برا نگاه کن بگو حداقل. محمد من هر کاری میکنم این مال شماست. نمیتونم. محمد دیدم یه روز با پرتقال برداشت و میزد به دیوار، میگفت این چه کاری میکنی؟ گفت میخوام خونی بشه، پرتقال خونی بخورم. کار عجیبی. کار چی میکنه؟ این گلو کی بهم داد؟ خوندی گفتیم از اون بر آقای رفیعی گفت بدم. آقای رفیعی هلاکتم. احساسی که به تو دارم یه فوق‌العاده است. آقا بفرمایید. محمد اینا رو نگه دار. بله چشم. نخوری ها. آقای رفیعی چه دستای گرمی داری، به هم انرژی میدی. هر بار که من میام برای بانک بازرگان برنامه اجرا میکنم و تو به من محبت میکنی، دیگه احساس کمبود نمیکنم. ایرانیه که میتونه هر چیزی رو که از دستش زمین میفته با فوت کردن ضد عفونی کنه میخوره. خرما پر از شیر است بیفته رو خاکا چی میخوری؟ تعجب میکنم. من یه آهنگ لوری براتون میخونم. و از اون جایی که مطمئن هستم شما ترجمه این شعر رو متوجه نخواهید شد، من ترجمه میکنم بعد براتون. ترجمه شانه هایت را برای ترجمه شد. ابتدای برنامه چون که بحث تأهل و تجرد بود، یک آمار رو خدمتتون اعلام میکنم. تحقیقات نشون داده مردان متأهل 2 برابر مردان مجرد عمر میکنن، اما 100 برابر اونها بیشتر آرزوی مرگ میکنن. این چه اتفاقی؟